اسی بابا چیه بابا؟ یه دقیقه صبر بکن دیگه. نیم ساعت تو گوشی داری با کی چت با بکنی؟ رفیقم نوشته از باباش 70 میلیون وام گرفته تا کسب و کار خودش رو راه اندازی کنه، ولی بازم این بشر پول کم آورد. 70 میلیون؟ آره 70 میلیون. میدانی منم یه بار با آقا جانم گفتم کمکم بکن تا کسب و کار خودم رو شروع کنم. کمک کرد؟ آره بابا، رفت برام یه باکس کفشو 4 پایه خرید، گفت برو سر چارا کاسبین شروع بکن. راستی از رفیقت پرسیدی بابا چطور پولدار شده؟ آره پرسیدم بابا، میگم اولش یه صندوق گوجه خریده برده فروخته 5000 تومان سود کردی. ای دل غافل، یعنی از همون 5000 تومن پولدار شده؟ آره ولی بعدش عموش مرده 3 میلیارد تومان بهش ارثی رسیده. ای زکی خسرو خودت جمع جو کن، بابا داره میاد. اینجا چرا موز سیگار میاد؟ خسرو بازم سیگار کشیدی وسط؟ یه بار دیگه سیگار بکشی از ارث محرومت میکنم. آقا جان تو اگه ارث داشتی که من اصلا سیگاری نمیشدم. بلبل درازی نکن. آقا سفت کجا بودی تو اینقدر دیر کردی؟ والا اسی جان هوا سرد شده، رفتم پاساژ یه کاپشنی برای خودم و این پسره بگیرم، دیدم بابا خیلی گرونه. آقا جان الان قیمت لباس زمستانی جوری شده که اگر بریم مهاجرت کنیم به مناطق گرمسیری و بعد از زمستان برگردیم ارزونتر میفته برامون. کاپشن ول کن بابا. آقا سفتر بالاخره نتیجه دکتر چشم پزشکی رو نگفتی چی شد؟ معاینت کرد یا نه؟ آره بابا چشامو معاینه کرد و گفت چشات از نزدیک بینی افتاده، ولی میتونی با یه عمل درستش کنی که 14 میلیون هزینه عملشه. شما چی گفتین؟ گفتم چه کاری آخه 14 میلیون بدم، 2 قدم میرم جلوتر از نزدیک میبینم. فکر خوبی آقا جان، منم با این طرحت موافقم. بابا اصلا این بحث مریضی و مریض خونه رو ول کنی. اسی جان جانم چی بلند میشه بگو. 2 تا حب قند از اون خبرات بخون، یکم حال و هوامون عوض شه بابا. آقا سفتر راستش سرعت نت رو اینقدر پایین آوردن حتی عکس هم دانلود نمیشه. نه بابا جان تو نیم ساعت پیش زنگ زدم به پشتیبان اینترنت مخابرات، گفتم چیکار کنیم این سرعت اینترنت خوب بشه؟ چه گفت؟ گفت از ایران برو بیرون. تو چی گفتی؟ بهش گفتم ناکس مرا با سرعت پایین نت تهدید میکنی؟ اوزگل متصف و نانوایی بزرگ شدم. آخه با این وضعیت تورم و گرانی دلار دیگه کی میتونه از ایران بره؟ آقا جان من حساب کردم اینجوری که پیش میره 1700 سال دیگه میتونم برم خارج. البته به عنوان نفت. اسی فندک نزنی. بسر جان نه من از ایران میرم نه شما. اونی که به زودی از ایران در میره همین آخوندهای شپشو با عزمای مفنگی هستن. این خط و این نشون به زودی میریم.